Hello guys and welcome to this session. بریم سراغ دومی ساختار مهمی که توی جلسه قبل در موردش حرف زدم. Get used to something or doing something. این یعنی یه جای جدید یا یه چیز جدید و تازه دارید تجربه میکنید و تازه دارید باش آشنا میشید. مثلا یه موبایل نو خریدین و یک روز از اون میگذره. این جمله رو میگین. I'm getting used to my new cell phone. حالا چرا میگم I'm getting used to؟ به خاطر این هستش که پروسه get used to همیشه در حال وقوعه. پس اکثر اوقات ما از ing استفاده میکنیم. اصلا بیایید همون مثال جلسه قبل رو براتون بگم. استرالیا. باز تصور کنید رفتید استرالیا و روز اوله. تازه روز اول رو پشت سر گذاشتید. در بدو ورودتون هست. این جمله رو میگید. I'm getting used to Australian accent. همونطور که میدونید لهجه استرالیایی بسیار سخته و نیاز به تمرین داره. پس شما برای آشنا شدن باهاش میتونید از این جمله استفاده کنید. I'm getting used to Australian accent. حالا بریم سراغ ساختارها. Repeat after me. I'm getting used to Australia. You, we, they are getting used to Australia. He, she, it is getting used to living in Australia. حالا شما به من بگید What are you getting used to these days? Good luck!